دادگاه حربی ولایت ختلان افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان یوسف میرزویف را در مرگ سرباز شاهدل جورزاده گناهکار دانسته به 10 سال زندان محکوم کرده است. پیشتر دادستان برای این افسر 11 سال زندان طلب کرده بود. شاهدل جورزاده 20 ساله ماه دکبر سال 2025 از مکان خدمتش در ناحیه شمس‌الدین شاهین ناپدید شد و جسدش را بعد از 1.5 ماه از دریای پنج یافتند. خانواده‌اش میگویند که او قربانی طمع‌جویی و بدرفتاری افسر شده است. مهرافروز جورزاده خواهر شاهدل 16 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حکم دادگاه هفته گذشته صادر شده است. وی افزود که آنها را به مرافعه دعوت کرده بودند اما با سبب دوری راه شرکت کردن نتوانستند و همزمان با قرار دادگاه راضی نیستند. موقع یوسف میرزویف خانواده یا وکیل مدافعش به قضیه معلوم نیست. میرزویف سردار دیدبانگاه سرحدی شاهان در ناحیه شمس‌الدین شاهین و در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان بود. طبق اطلاع دریافتی دادگاه این افسر را به سوء استفاده از منصب یا برآمدن از حد وکالت خدمتی که از بی احتیاطی سبب مرگ انسان شده است گناهکار کرده است. شاهدل جورزاده در ماه اپریل سال 2025 از شهر پنجکن به ارتش جلب شده 8 ماه در قسم مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین خدمت کرد. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن سربازان ثبت شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در یک گزارشش نوشته بود تنها در سال 2023 مرگ 40 سرباز ثبت شده است. از این شماره به اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 کس از بیماری رفتیدند.